بسته که دهنت را، خجالت بکش انسان متعصب، قوم پرست، تفرقه انداز. خیر بینی خواهر گلم، هیچ گفتار و کردار و رفتار تو دلقک به دکتر نمیماند. باید اسناد تحصیلی تو جدی بررسی شود که مانند اکثر دیگرها از کجا خریده شده. تو وقتی که حال مردم را در برابر خوشحالی مردم را در برابر تیم کرکت پاکستان دیدی، تحمل نتوانستی و حال با پول بادار قدیمت یاوه‌سرایی میکنی. یعنی پاکستان بادار قدیم است، چون باخته من یاوه‌سرایی میکنم، زورم داده. کرکت یک بازی جهانی و شناخته شده در تمام جهان است. بله، و سالانه به میلیون ها دلار بالای صرف جوانان بازی می شود. بله، مکتمی بازی جهانی که میلیون ها دلار در این چیزا مصرف میکنن. مشکل دارم که یک دفعه خواهر گلم خیره ما خود دلقه کنیم تو یک دفعه تصور که چرا جهان میلیون ها دلار سر از این چیزا سرمایه گذاری میکنه. میلیون ها دلار نمیتونه برای رشد صحت، برای رشد تعلیم تربیه. هنوز نیم نفوس جهان بی سواد است. در کشور ما تو 90% بی سواد است. چرا سر از اوی سرمایه گذاری نمیکنه خواهر گلم؟ ما ممیره مشکل دارم. بله، من میگم همه پول بر از اونا نتین بر معلم بتین یا برابر بر کلش ماش بتین. یک چیزی را کسی میلیون ها دلار میته به این معنا نیست چیز خوب است.